این مرد کارتون خواب موفق ترین انسان دنیاست. خلیل رفعتی که توی ایالت اوهایو آمریکا متولد شد، 8 بار تصمیم گرفت اعتیاد رو ترک کنه ولی نشد. سرانجام در سال 2003 برای 9مین بار موفق میشه که اعتیاد رو ترک کنه. خلیل بعد از ترک اعتیاد به خاطر سوء سابقه بدی که داشته، هیچ جا بهش کار نمیدادن. اون از این که هیچ کس بهش کار نمیداده خسته میشه و تصمیم میگیره که خودش کاری رو راه بندازه. اون شروع میکنه به تولید آب میوه‌های طبیعی با ترکیبات جدید. آب میوه‌های خلیل به خاطر طعم جدید و ترکیبات خاصش خیلی زود تو آمریکا معروف شد و خیلی زود تونست اولین آب میوه فروشی خودش رو تأسیس کنه. آب میوه‌های خلیل به قدری توی آمریکا طرفدار پیدا کرده که سالیانه 100 میلیون دلار فروش داشت. حالا اون نه تنها کارتون خواب نیست، بلکه جت شخصی داره و مؤسس چندین باشگاه بدنسازی در آمریکاست. و کتاب فراموش کردم بمیرم هم اثر ایشونه. به نظرتون دلیل موفقیتش چیه؟ تلاش یا شانس؟ اگر به اخبار و حواشی علاقه داری کانال رو دنبال کن.